L90 نخر اگه این چیزایی که میخوام تو این ویدیو بگم و نمیدونی. سلام دوستان، خوش اومدین به یه ویدیوی بررسی خودروهای داخلی. من محمد رضام، اینجا هم چهارچرخه. امروز قراره راجع به یکی از خودروهایی که تو بازار خیلی طرفدار داره، خیلی تعصبشون میکشن، L90 صحبت بکنیم. امروز قراره که یه بررسی کامل از لحاظ فنی، طراحی، سواری، آپشنا، معایبش، حالا معایبش نه خیلی کامل چون کاملش رو توی یه ویدیوی دیگه گفتم، اگه ندیدین لینکش رو براتون میذارم حتما. کامل صحبت بکنیم که اگر شمایی که قصد خرید این ماشین رو داری با یه اطلاعات کافی بری سراغش. پس تا آخر ویدیو همراه من باش. L90 ماشینی که تو بازار به خرکار بودنش معروفه، یعنی واقعا خراب نمیشه. خداییش من خودم باهاش کار کردم، واقعا خراب نمیشه، استهلاکش خیلی پایینه. ولی خب آپشنای آنچنانی نداره. ما اول میخوایم از آپشناش شروع کنیم. انتظار چیز خیلی خفنی توش نداشته باشه. از مهمترین آپشناش میتونم به موتور گیربکس خوبش، کابین نسبتا جادارش، صندوق جادارش بهت اشاره کنم. دنبال آپشنای برقی مثل سانروف و ESP و نمیدونم ترمز EBD و خیلی چیزای دیگه مولتی مدیا و اینا نباش. اگه دنبال این زرق و برقا هستی، توی همرده این قیمت باید بری سراغ خودروهای چینی. ببین وقتی بهت میگم L90 آپشن نداره، یعنی در این حد آپشن نداره که یه دونه صندوق پران توش نذاشتن. من حالا می‌خواستم صندوق بهت نشون بدم، باید بیام اینجا در رو باز بکنم، سوئیچو بردارم، بیام اینجا اینو وا بکنم. چه خبره این تو. ولی واقعا صندوقش جا داره. نه ابزارهای کار ما هستن ها، حالا خیلی روش حساس نشیم. خواستیم که سایز صندوق رو داشته باشیم. همونطوری که بهتون گفتم مزیتایی که L90 داره، موتور کم استهلاک و گیربکس خوبشه، سواری نسبتا نرمشه، شاسی قویشه، واقعا اتاق و شاسی قوی داره. توی تست تصادفا به نسبت خودروی داخلی برتری خیلی زیادی داره. رینگ داره، به نظر من تو ظاهر خیلی تاثیر میذاره، من خوشم میاد. ولی در کل نیستم، این طراحی رو من نیستم. آخه یه اتاق کاملا مکعبی و جوون پسند نیست. دروغ چرا؟ من نمیپسندمش. برای اینکه بخوام یه خودروی شخصی داشته باشم سراغ L90 نمیرم. ولی اگر دنبال یه ماشین کم استهلاک، بی دردسر، با موتور خوب هستین، L90. داخل کابین L90 چیز خاصی توی داشبورد نداری. وای چقدر مشکل. شیشه بالا برا رو نگاه. چرا اینجوری باید بیای بزنی شیشه بالا برا رو؟ یکی از ضعیف بودن طراحی‌ها به نظر من اینه که محل قرارگیری تنظیم آینه که تو این قسمت هستش، به علاوه قفل‌کن شیشه عقب و حالا آپشن صندوق پرون که جداگونه میتونی نصبش بکنی تو اینجاست. یعنی فکر مثلا شما پشت فرمون نشستی داری رانندگی می‌کنی، می‌خوای آینه‌هاتو تنظیم کنی، حالا این کنسول که دستی اینو باید بدی عقب، ترمز دستیت هم تو حرکت غالبا اینجوری پایینه دیگه، اینو باید بدی بالا، جا دست پیدا کنی که تازه آینه‌هاتو تنظیم کنی. خواستن نسخه اقتصادی ازش تولید بکنن ولی واقعا اینا دیگه خداییش ستم بود دیگه. آپشن خاصی نداری. یه دونه اینجا اهرم داری برای تنظیم زاویه نور چراغته، کولر کاملا دستی، دکمه AC و اینم که برای تنظیم سرعت فنت و ورودی خروجی هوا و سرد و گرم و زاویه پرتاب بادشه. یه چیز دیگه ایشم که من تو مخمه این دکمه است. چرا این میاد بیرون تازه کار میکنه؟ همه ماشینا مثلا دکمه رو میزنی میره تو کار میکنه. اینم من تو اون ویدیوهای ایبا گفتم خیلی زایه است. بابا دو تا فلش جدا میذاشی رو این صفحه کیلومتر، من بدونم راهنما راست و چپ میزنم، چپ راست دو تا رو اینجوری چسبوندی به هم، راهنمای چپ و راست بزنی، فلاشر بزنی، هر کاری کنی اونا فقط روشن خاموش میشه. فضای کابین عقب این ماشین با توجه به اینکه صندلی تقریبا تو آخرین حالتشه، پشتیش هم روی حد نرمالیه، منم با قد 1.83 نشستم، فضای خوبی بهت میده. پاهات خیلی کامل زیر صندلی نمیره خب، ولی خب اوکیه. یه نکته‌ای که خیلی جالبه اینه که ارتفاع سقفش اذیتت نمیکنه. حتی با قد بلندم بشینی کلت به سقف گیر نمیکنه. توی خانواده‌های پژو رو دیدی عقبش که میشینی باید اینجوری گردن کج بکنی که سرت به سقف نخوره. خیلی بده، مثلا اذیتت میکنه، قوز میگیری. این ولی خیلی خوبه، خداییش راحت. پلاستیک خشک تا صبح، پلاستیک خشک، هیچی. بعد یه جالیوانی یا یه وسیله‌ای که اینجا بتونی بذاری نداره. یه دستگیر در مناسب
که مثلا بتونی بگیری بکشی نداره. شیشه بالابر و اینا که متعلقات این وسطه، چون قرار بوده نسخه اقتصادی باشه، سیم کشی کمتری مصرف بشه. همین، هیچ چیز خاصی نداره من بخوام راجبش توضیح بدم. یه چیز تو مخ توی خانواده‌های L90 تنظیم صندلیشه. یعنی این پشتی صندلی رو ببین شما، یه اهرم سفت بده. من بخوام اینو بخوابونم، مثلا خوابم میاد یه چرت بزنم، خوابم میپره. بعد به قرآن رو دستمو نگاه کن قشنگ دم میکنه. وای چی آخه. بعد دوباره میخوام برگردونم سر جاش دوباره. 1 2 یعنی مثلا توی یه خانواده 2 نفر باشن که هر کدوم با سایز مختلف بخوان سوار این ماشین بشن، هر سری برای تنظیم کردنش ماتم باید بگیری. میرسیم سراغ اصل مطلب. تا الان ما بررسی کابینش و صندوقش و ایبایی که داشت رو با هم دیگه انجام دادیم و یه ذره طراحیشو که من باهاش مشکل دارم و صحبت کردیم، ولی یه چیزی این تو هست همه اینا رو میشوره میبره. بریم سراغ موتور 16 سوپاپ خفن این ماشین. واقعا کم استلاک، خرجون، عالی. واقعا حرفا برای گفتن داره. ببینید موتور خیلی خوبیه، خوب واسهتون کار میکنه، ولی این ولیه خیلی مهمه ها. L99 که نداریم، همشون کار کردن. موقع خریدش حتما باید حواست به فنیشون باشه. خب چون خراب نمیشه ولی خراب بشه واقعا اذیت میکنه. مثال میزنم، قطعات گرونی که این داره خیلی سادهش، یه دونه دسته موتور بالاش فکر کنم الان تو بازار 4 تا 4.5 پولش. همین قطعه. یه دیسک و صفحه اورجینالش 15 تومن پولشه. کوئلاش جزو گرونترین قطعاتش. یه کیت تصمیم تایمش بین 5 تا 6 تومن پولشه. ارزون ترش هم هستا، نه که نباشه، ولی واسهتون کار نمیکنه. هی دوباره میخواد بیفته تو خرج، هی شما بگی که وای L90 میگفتن بدون خرج، پس این چرا اینجوریه؟ قطعه اورجینال بندازی واسهت خیلی کار میکنه. موتور گیربکس کم استلاک، نفس خوب، توان خوب و واقعا بهتون بگم دیگه تنها دلیل محبوبیت این ماشین توی بازار همینجاست، توی همین قسمت. جدیدن یه کانسپت جدید از L90 زدن که کاملا ایرانیزه شده. طبق معمول چراغاش رو عوض کردن، اومدن یه ذره رنگ و لعاب بهش دادن، یه سری از این استانداردهای 85 گانه رو گذاشتن به اسم L90 جدید. یادم اسمشو کادیلا گذاشته بودن، بعد دوباره تغییر دادن، نمیدونم الان اسمش چیه، هنوزم تو بازار نیومده، ولی داره با موتور TU5 میاد. بابا ما این قیافه زشت اینو به هوای اون موتور خوبش داشتیم تحمل می‌کردیم، اینو با TU5 داره میاد تو بازار. همه اینا رو گفتیم، بریم یه دوری باهاش بزنیم ببینیم تست درایوش چجوریه. راستی لایک یادت نره، سابسکرایب کن، توی کامنت ها هم از تجربات اگه L90 داشتی حتما به ما بگو. بچه‌ها راستی همونجوری که داشتم جلوتر راجع به فنیش بهتون میگفتم، L90 صفر که تو بازار نیست، باید بری سراغ دست دومش. پس حتما ویدیوی کارشناسی فنی و بدنه‌ای که من گذاشتم و یه سر بهش بزن، لینکشو میذارم اینجا. موقع خرید خودروی دستو، حالا چه L90 چه هر ماشین دیگه‌ای، اونو ببین که یه وقت کلاه سرت نره. اولین چیزی که توی سواری L90 کاملا متوجهش میشی این که سواری نرمی بهت میده، به لطف زیربندی قوی و میشه گفت فنربندی بلندی که داره، ارتفاع بالایی که داره، سواریش نرمه به نسبت ماشینای دیگه، مخصوصا محصولات داخلی. تو نگاه اول توی کابین L90 خبری از فرمون دیکات، آپشن خاصی، کیلومتر دیجیتال، هیچی، یعنی کاملا همه چی سنتی آنالوگ، چیز خاصی توش نمیبینی و همه جا پلاستیک خشک، رو دریا تا اینجا پلاستیک خشک، مثلا هیچ تلاشی نکردن که یه ذره مثلا بهش برسن و اکونومی بوده دیگه، نسخه اکونومی بوده، اقتصادی. حالا کاری نداریم تو ایران با قیمتایی داره عرضه میشه، مدل‌های قدیمیش که خیلی بالاست به نظر من، چیز جذابی نداره واقعا. چرا؟ سقفش بلنده، یعنی تا صبح سقفو داری شما تو این قسمت، حتی مثلا با قد بلند بشینی اذیتت نمیکنه. نه یا تو ما یه دقیقه ببخشید قشنگ داشت میومد تون. یه مورد دیگه ای که هستش، صندلی‌های L90 همونجوری که توی ویدیوی قبلی هم بهش اشاره کردم واقعا خسته کننده است. آخه حد فاصله پا رو ببین شما،
انقدر خالی. بعد ما برداشتیم از این روکش صندلیایی هم انداختیم، به ما گفتن ارگونومی خوبه، لبه داره، قوسی کمر رو پر میکنه، بدتر ما رو داره هول میده جلو. خیلی خسته کننده شده و تو مسیرهای طولانی به نظر من خستت میکنه. یعنی هر چقدر خود کابین نرم و بی سر و صدا و اوکیه، صندلی‌ها میزنه تو ذوق. این یه موردیه که من واقعا باش مشکل دارم. یه ذره قربیلک فرمونش گنده است. ببین آخه چقدره نسبت به سایز دستای من. توی دورای پایین ماشین رو میبینی قشنگ توی دستته، لذت بخشه برات. کاری نداریم که ضعف هندلینگ رو توی پیچ، توی سرعت بالا یا توی حرکتایی که مثلا یه فرمون ناگهانی بخوای بدی کاملا حسش میکنی، ولی خوبه، کیف میده. من دوست دارم سواریشو، دوست دارم، راحته، اذیتت نمیکنه. موتورش یعنی واقعا تنها نکته مثبتی که انقدر ال90 تو بازار محبوب کرده بحث موتور گیربکسشه. استهلاک پایین، جواب تمام نیازاتو میده، قشنگ هیچ کار خاصی نمیخواد، فقط گاز بده راه میره. به خدا اصلا شرمندت نمیکنه. کولر روشن، سربالایی، سرنشین پر، صندوق پر، کل بنداز. با هر ماشینی که فکر میکنی مثلا حرفی برای گفتن داره تو همردهای خودشو نری با پورش کاینه مثلا بخوای کل بندازی، میگیره، شرمندت نمیکنه. واقعا تست کردم که دارم بهت میگم. حالا یه تست درایو ریزی هم اگه بتونم انجام بدم. ببین حالا مثلا دست انداز رد کردم، من فقط یه دونه دادم به 2. ببین هیچ کاری. صدا موتور 16 سوپاپو ببین، خیلی راحت، یعنی خیلی راحت گاز میخوره و کیف میده بهت. صدای موتورش لذت بخشه، دوست دارم. صف کیلومتر ال90 همونجوری که بهتون گفتم کاملا سنتی، هیچ چیز خاصی نداره. یه موردی که خیلی مثلا ترند شده بود، میگفتن که ال90 ها ردلاین نداره. حالا یعنی چی؟ یعنی مثلا کاتاف نداره. نه، اصلا همچین حرفی نیست. اینا نیومدن مثل ماشینای دیگه توی این قسمت انتهاش رو با رنگ قرمز نشون بدن. تا 7000 تا رو کامل یه دست در آوردن صفحه پشت کیلومترش. ماشین دیگه مثلا از دور 5000 7000 بسته به مدلش اون یه تیکر قرمز نشون میدن که آقا اینجا محدوده کاتاف هستن، توی این محدوده نباید دور موتورت بیاد، موتورت آسیب میبینه. ال90 اونو نداره، ولی به این معنی نیستش که کاتاف نداشته باشه. اتفاقا کاتاف هم داره، صدای کاتافش هم خیلی قشنگه. حالا من تست نمی‌کنم ولی دیدم، جالبه. شما توی ال90 تنها آپشنی که به نظرم به دردت میخوره یه کامپیوتر سفری جمع جور اطلاعات خوبی بهت میده. حالا ما چجوری این اطلاعات رو میتونیم داشته باشیم؟ حالا کاملش رو بهت میگم. توی کامپیوتر سفری که شما اینجا دارین، حالا جدا از اینکه سمت راست آمپر آب و سمت چپ مقدار بنزین رو داره نمایش میده و توی صفحه اول ساعت رو به علاوه کیلومتر کار کرده ماشین دارین، به کمک این دکمه شما میتونی وارد یه سری اطلاعات بشی. از جمله حالا این مقدار تریپ، مقدار سفریه که انجام دادی. توی این قسمت مقدار سوخت شما توی هر 100 کیلومتر رو داره نشون میده. الان مثلا کولر روشن این ماشین 7 و 9 تو هر 100 کیلومتر داره میسوزونه. چقدر دیگه میتونه راه بره تا پمپ بنزین بعدی؟ 262 کیلومتر دیگه میتونه پیمایش داشته باشه. توی این قسمت هم که خب یه جنبندی کامل از مقدار ترددی که از زمانی که صفر کردیم بهتون نمایش میده و ارزم به خدمتتون میانگین سرعت رو داره بهتون نشون میده و در نهایت دوباره صفحه اصلی. به نظرم کاربردیه. از این قسمت شما میتونی یه سری دیتا ها داشته باشی، مثلا اون مقدار مصرف سوخت اگر پرگاز رانندگی کنی، کولر روشن رانندگی بکنی، خب به تبع بیشتر میشه. از این طریق به راحتی میتونی اندازه بگیری و به اون عددی که به اصطلاح حالا مد نظرت میخوای ببینی اصلا صدی چند داری میسوزونی برسی. جزء ماشیناییه که سیستم صوتی فابریکش جواب کارتو میده، نه که عالی باشه خفن باشه، نه، اوکیه، باندای خوبی داره ولی فقط باندای خوبی داره ها. پخششون قدیمیه، بلوتوث نداره، تنظیمات اکولیزر نداری. این نمونه پخش ما به صورت حالا جدا انداختیم روش، فابریکیاشون چیز خاصی نداره. هرچند توی نسخه‌های اتوماتش توی این قسمتش یه سری آپشن‌ها مثل دیویسیشا برای پخشش گذاشتن و قابلیت جواب دادن تلفن رو داره. بعد ارزم به خدمتتون بلوتوث رو داره، ولی فقط توی نسخه‌های اتوماتیکش این آپشن رو داره. توی دنده دستی ها اینو نداری شما.
خب بریم سراغ جمع‌بندی. L90 اگر دنبال آپشن، تجملات، زرق و برق و ظاهر نیستی، من 100% میگم برو سراغ L90. ولی اگه نه میخوای که یه ظاهر جوان پسند داشته باشه، 4 تا آپشن داشته باشه، من این ماشین رو بهت پیشنهاد نمیکنم. ولی در کل اگه دنبال یه خودروی بی دردسر میگردی که کم استهلاک باشه، درگیر مکانیکی و قطع فروش نباشی، من بهت میگم که بیا سراغ این خودرو. حالا تصمیم با توئه که اینو انتخاب کنی یا توی این رنج قیمتی بری سراغ رقیباش که توی بازار هستن. این خودرو توی بازار بسته به مدلشون قیمتایی از بیس 400 500 تومن تا ماکسیموم تو نسخه دستی 800 تومن بسته به سال تولیدشون هست. رقیباش کیا میشن توی بازار؟ میتونیم به دنا پلاس، سورن پلاس یا خودروهای یه مقدار قدیمی تر که نسخه سدان خانوادگی هستن اشاره بکنیم. حالا با همه این توضیحاتی که من دادم و آشنایی که شما از این ماشین توی بازار دارین، شما باشین با این بودجه سراغ کدوم ماشین میرین؟ دنا پلاس و سورن پلاس یا یه سراغ L90 که یه مقدار قدیمی تره ولی جون بهتری بهتون میده. امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه و بتونین با یه دید بازی توی خرید خودروتون اقدام بکنین. خوشحالم که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نشه و حتما توی کامنت ها به ما بگین که دوست دارین چه خودرویی براتون بررسی بکنیم. 2 تا ویدیو براتون اینجا میذارم، حتما بهشون یه سر بزنین. خیلی مخلصیم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.